مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم تویی وای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. با یک برنامه پشت پرده دیگه در خصوص صنعت پاک سینمای ایران که درونش هیچ فسادی نیست و هیچ کسی با هیچ کسی ارتباط نداره با شما هستیم، چون دوستان مدعی هستن که سینمای ایران پاک هستش و همه در صحت سلامتی کامل دارن در تمام فیلم ها و سریال ها بازی میکنن، هیچ کدوم از بازیگرها گلایه ندارن، همه بازیگرها مولتی میلیاردر و توپ دارن کار میکنن. البته چون این اتفاقات افتاده، دوز افشاگری های ما از الان به بعد چند برابر خواهد شد و دیگه رحمی به اینکه کم از خوبی های بازیگرها بگیم نمی کنیم، یعنی سعی کنیم که بیشتر از خوبی ها و نکات مثبت و پتانسیل هاشون برای شما بگیم. قبلا یه سری سانسورها میکردیم که حالا دیگه اون سانسورها هم صورت نمیگیره، اما خیلی از دوستان به دنبال منابع خبری ما هستن که آقا منابع خبری ما کیه چیه. بارها گفتم منبع خبری آقا و خانم سلبریتی همون کسی هستش که باهاش میری مهمونی و بهت قند تعارف میکنه، همون کسی هستش که میری تو مهمونی بهت چای و مشروب و آرد و این چیزا تعارف میکنه. اونها هستن. من که 4-5 هزار کیلومتر با شما فاصله دارم، پس چجوری هستش که انقدر دیتیل های ریز به دست من میرسه؟ اینها وظیفه خبرنگارای پاپاراتزی تو ایران هستش که برای من پاپاراتزی همین اطلاعات رو میفرستن و دم اون افراد گرم که اونها به هر حال قسمتی از تیم پشت پرده هستن و به ما کمک میکنن. اما خیلی از دوستان من دیدم که افشاگری های ما رو میچسبونن به شریعت و اسلام و 4 تا آیه و روایت میان مطرح میکنن. من میگم خب بفرمایید، به هر حال احترام به عقاید و مذهب آدم ها محترم هستش، ما هم گوش میدیم، بفرمایید این آیات و روایت رو حدیث ما بگید. میگن که آره حضرت علی دیده رو ندیده میکرد و هر چیزی رو که میدید سعی میکرد نبینه و قضاوت نمیکرد و دخالت نمیکرد توی کار بقیه و زندگی شخصی بقیه. شما با این پیامی که به من دادی دقیقاً داری تو کار من دخالت میکنی، چون من دیدم خیلی ها میزنن تو احادیث و آیات و روایات، بعدش هم طرف تو 4 دیواری خونه خودش بدون اینکه هیچ آسیبی به کسی بزنه و نه سلبریتی باشه و نه آدم معروفیه و نه تأثیری توی جامعه میذاره و نه اینکه بخواد تأثیر رو بقیه بذاره و خطری برای بقیه داشته باشه، تو خونه خودش یه آهنگ میذاره با چند نفر میرقصن، یه مشروبی هم حالا درصد دار میخوره. همسایه بغلی که آبروی مؤمن میکنه زنگ میزنه پلیس، میگه آقا اینا دارن شرب خمر میکنن، دارن پارتی میگیرن، بریزید اونجا. میریزن اونجا. در این ته خودکار منم در اومد بعد بزن. خیلی مهمه دوستان به این خودکار بی که ما خیلی ایراد گرفتن، گفتن که چجور تو آلمان پیدا میشه، همه چی پیدا میشه. پلیس میریزه و اینا رو برمی‌داره میبره. چند هفته بعد برمی‌دارن و طرفو میارن تو محله خودش، تو محله عام شلاقش میزنن. چجور قانون اونجا دیده رو ندیده نمیکنه؟ بعد همین همسایه محترمه هم میره میشینه تخمه میشکنه، آفرین به قانون، شق رو شلاق میزنه، آفرین به قانون، رو اعدام میکنن، آفرین به قانون، رو دستبند زدن موهاشو میزنن تو ملعه عام میچرخونن. اون آدمی که این کارو میکنه از دید شما مؤمن نیست، مسلمون نیست، اعتقاد نداره، آبرو نداره، برای چی این کارش میکنن؟ برای چی میارنش تو؟ تازه اون بنده خدا تو خونه خودش بوده، هیچ آسیبی هم به بقیه نمیرسونده. اما سلبریتی مملکت الگوی نوع پوششش، نوع رفتارش، نوع حرف زدنش، به هر حال به قول خودشون این همه فن پیج دارن، این همه طرفدار دارن، یعنی ندارن، یعنی میفرمایید فیکن. پس کسی که توی جامعه طرفدار داره و عنوان سلبریتی رو یدک میکشه طبیعتاً باید کسی باشه که روی رفتار و سکنات و حرف زدن و زندگیش هم دقت بکنه. شما میشی سلبریتی دیگه، پس باید این موضوعات رو هم داشته باشه. بعد میگن که شما فکر میکنی که ایران اروپا جای دیگه هستش، وقتی میری طرف دوست پسر داره دوست دختر داره طرف ممنوع کار میشه. عزیز من
شما مثل اینکه دستگاه اطلاعات امنیتی رو دستکم گرفتی و اونا آمار سایز شورت و رنگ شورت تو دیشب شام یا نهار چی خوردی و اراده بکنن دارن و البته هم دارن. تو نیازی به اراده آمار همه رو دارن، دست کم همه جای جهان دستگاه اطلاعات امنیتیش بخوان یه چیزی رو رصد بکنن میکنن. یعنی شما فکر میکنید اون دستگاه اطلاعات امنیتی، اون نهاد ناظر، اون نهادی که داره همه این کار رو انجام میده، این چیزا رو نمیدونه، رصد نمیکنه، منتظر شنیدن حرف منه که طرف ممنوع کار بکنه؟ کم سلبریتی ها رو دعوت کردن به مهمونی ها، حالا مهمونی ها نه، حالا مثل جاها که بهشون تذکر دادن که آقا توی فلان مهمونی نرو، یا چرا رفتی تو فلان مهمونی، یا تلفن‌هاشون کم رصد میشه. پس اینا به نظر من بهانه است، چون اون کسایی که باید بدونن میدونن، فقط اون مردمی که باید آگاه بشن آگاه نمیشن. و من سعی میکنم که در رسانه هم این افراد آگاه بکنم. حالا بعدش خبر خودکشی یا خبر این سبکی میاد بیرون میندازن گردن ما. نمونهش خانم زهره فکورصبور، بهتون گفتم دیگه، دوز افشاگری‌های من از حالا بالاتر خواهد رفت، فکتای من قوی‌تر خواهد شد و آدم‌هایی رو مثال میزنم که در دسترس هم و میتونید خودتون برید استعلام بکنید. خانم زهره فکورصبوری که عنوان شده که ایشون با 100 تا قرص آرامبخش یا قرص‌های اصطلاحاً این سبکی خودکشی کردن. شما توی ایران یه بسته قرص آرامبخش رو دکتر به شما به زور میده، اصلا نمیدن بهتون بدون نسخه پزشک. در همه جای جهان اینطوریه، نه تنها ایران، همین آلمانش هم اینطوریه. بعد این آدم چجور 100 تا قرص آرامبخش رو از این قرص‌های این تیپی داشته؟ خب قطعاً تحت درمان بوده که این قرص‌ها رو می‌خورده، تحت درمان طولانی و نشون به اون نشون که یک بار این نقل قولی هستش که حالا میتونید به احمد ایران دوست زنگ میزنه به زهره فکورصبور و تلفن رو مهران مهان برمی‌داره، میگه چیکار با زن من داری؟ اینم میگه برای تبلیغ یه جایی 20 میلیون تومان گفته بود براش بگیره که بخواد تبلیغ یه جایی رو انجام بده. زنگ زده به زهره فکورصبور که این تبلیغ رو برات گرفتم انجام بدی. شوهرش داشت چیکار با زن من دارم؟ گفت من کاری با تو ندارم. گفت ببین بار آخرت باشه به زن من زنگ میزنی، با همین لعنتا نگذاشت نه. گفت من کاری ندارم، میخوام بهش پروژه رو پیشنهاد بکنم. بعد گفته که نگاه به قد و بالات نکنم، اینجا سالاد شیرازیت میکنم. احمد ایران دوست هم بهش گفته آدرس بده بیام، کجایی؟ بعد زهره فکورصبور گوشی رو گرفته اون ور خط صحبت کرده و مهران مهان کل ظرفای خونه رو شکونده. از آقای احمد ایران دوست بپرسید این قضیه رو که اینها چقدر اختلافات داشتن تو خونه. و نکته‌ای که وجود داره این هستش که یه سری از تهیه کننده ها و یک سری از کارگردان ها و افراد پرنفوذ تو سینمای ایران از آدم هایی که عشق بازیگری دارن سوء استفاده میکنن، سوء استفاده به نحوهای مختلف. مثلا بهشون میگن که باید سفته بدید، باید چک سفید امضا بدید و با من قرارداد ببندید. حالا امروز تو این ویدیو من راجع به حامد آهنگی هم افشاگری خواهم کرد، توی تیتر برنامه‌ام گفتم. و سفته یا چک سفید امضا یا سفته‌ای با مبلغ بالا، نمونهش رو میتونیم علی صبوری مثال بزنیم که یه سفته بالای 10 میلیارد تومان امضا کرده که کاری خلاف قوانین فضای رسانه‌ای انجام نده که ممنوع کار بشه. 10 میلیارد ازش سفته گرفتن و خیلی از این افراد این کارو کردن برای اینکه اینها نرن یه دفعه سر از خارج از کشور در بیان یا یک عمل خارج از عرف انجام بدن. اینا رو که نمیان بگن. خیلی از بازیگران جرئت نمیکنن بگن. مثلا من از واسطه‌ها یا آدم‌هایی که قرارداد خوندن این موضوعات رو متوجه شدم، یا یه نسخه از این قرارداد در اختیار من قرار گرفته من خوندم که اگر نمیدونم هر کدوم از این قراردادها نمیدونم کپیش، رونوشتش یا چیزیش لوبره مقصری و سفته‌هاتون رو میذارم اجرا. خانم زهره فکورصبور هم شاید چیزی به غیر از این نبوده که مهران مهان 15 سال کنترلش میکرد و سر هیچ فیلم و سریالی نمیرفت. فیلم و سریالای خوبم که بهش پیشنهاد میدادن مبلغو بالا میگفت، از مهران مهان پیشنهاد میگرفت و میگفت نه و میمون تو خونه. بازیگری که مثل خانم زهره فکورصبور که 3-4 سال توی خونه است بعضی وقتا دیگه افسرده میشن. بیشتر سلبریتی‌های داخل ایران که چندین سال کار نمیکنن به خاطر اینکه اعتیاد دارن به بازیگری، بازی باید بکنن، به افسردگی میرسن یا به سمت این قضیه میرن به خاطر اینکه چیزی که عاشقش بودن و نمیتونن به دستش برن و کاری بهشون پیشنهاد نمیشه، این اتفاقات براشون رقم میخوره. ما در طول این سالهای گذشته حتی بازیگرایی هم داشتیم که اقدام به خودکشی کردن در طول چند سال گذشته که عنوان شده بود مثلا یه بار مهران غفوریان این کارو انجام داده بوده و بعد از اون اومدن تکذیبش کردن، گفتن نه و سالم
در رفته از این قضیه. یکی دیگه از سلبریتی‌ها میگفتن اصلا طناب انداخته بود دور گردنش که بقیه دوستاش رسیده بودن. یعنی میخوام به شما بگم که فضای سینمایی ایران اینطوری و متاسفانه بعضی از این سلبریتی‌ها یه مقدار این خودمن پندار بودنشون زیاده، یعنی میگن من بعد این کارو بکنم، خود چس پندار بودنه خیلی زیادتره و مثلا سر هر کاری نمیرن، دستمزدای بالا میگیرن و وقتی چند سالم بیکار میشن عامل و مشکل این بیکاری ها رو در خودشون حل نمیکنن و اصطلاحاً سیستم رو مریض میدونن که بله فساد در سیستم وجود داره و وقتی ما میگیم آقا بیاد به ما بگید که ما افشاگری بکنیم نمیان بکنن. ولی از اون طرف مثلا بازیگری داریم چون خیلی از دوستان میگن آقا چرا بازیگر خوبو نمیگی، چون به هر حال افراد دیگه وجود مثل خانم رویا نونهالی بهش حالا عصر جدید پیشنهاد بشه یا جای دیگه پیشنهاد بشه میرال، نمیگم همه خوبه بدنه، میخوام مثال برای شما بزنم. سینمای کار نکنه میره ساز میزنه توی این بندهای موسیقی چون کار ساز انجام میده، یا گالری عکاسی برگزار میکنه یا نمایشگاه عکاسی، نمایشگاه مختلف برگزار میکنه. شما که خودتون میدونی هنرمند میدونی اینا که من دیگه نباید نصیحتت بکنم، خودت بعد برای خودت کار انجام بدی. این همه پلتفرم‌های اینترنتی اومده، فیلم‌ها جای مختلف اومده، برید تر بهشون پیشنهاد بدید. مثل امید آجیلی که این برنامه بندای موسیقی رو آوردن و این مثلا تر امید آجیلی بود. اگه خودت هنرمند میدونی برو ایده بده و خودت تولید ثروت بکن برای خودت. بیا اصلا تو این پلتفرم یوتیوب کار بکن. ولی این کارا رو نمی‌کنن، میشینن تو خونه. چرا خودکشی و این افسردگی اینا بین کارگردان‌ها اتفاق نمیافته؟ به خاطر اینکه اونا همش در تکاپوان. عادل فردوسی پور از تلویزیون ممنوع کارش کردن، مدام در حال کار کردن هستش، مدام در حال ساختن برنامه مختلف، کارگردانی میکنه، کتاب مینویسه، نمیدونم استاد دانشگاه، به خاطر اینکه بلد این کارو انجام بده. یا مثلا جعفر پناهی چندین سال ممنوع کار الان میاد پشت صحنه کار میکنه و بدور از حاشیه و همه این کارا رو انجام میده. یا مثلا ثریا قاسمی الان داره کتاب زندگی نامه کتابش رو مینویسه. یعنی میخوام بگم اینا میاد بیرون. از اون طرف خانم بنوش بختیاری هم کسایی که بهش بازی پیشنهاد بشه، این همه ماجرای طلاقش اینا هم اتفاق افتاد، الان هم استاد دانشگاه داره تدریس میکنه توی دانشگاه. یا مثلا رعنا آزادیفر که قبل از زخم کاری آنچنان کار زیادی نکرده بود، کار تئاتر میکنه، کار موسیقی میکنه و آپدیت نگه میدارن خودشونو. ولی که یه سری از این بازیگرا فقط دوست دارن نقش 1 و 2 باشن، فقط دوست دارن از این حرکات انجام بدن. از اون طرف یه سری از بازیگرا رو ما داریم که واقعا به نظر من رفتار درستی رو نسبت به حجم‌های انتقادی رسانه‌ها دارن. محمد رضا گلزار کسی بوده که من بارها راجبش انتقاد کردم و بارها راجبش صحبت کردم، افشاگری کردم و صحبت کردم. اما در آخرین مسابقه خودش با این رسانه فکستنی چیچی پلاسه یه بار باش مجری گفته بود که مجری پشمکه گفته بود که آره شما واکنشت نسبت به این خبرنگار پاپاراتزی چیه؟ اونم گفت اونا دارن کار خودشونو میکنن، ما هم داریم کار خودمون رو میکنیم. بعضی از این سلبریتی‌ها زرنگن، یعنی از این فضای افشاگریه و از این فضای موجود سعی میکنن که استفاده بینه بکنن. بهنوش بختیاری خب من بارها نسبت بهش انتقاد کردم، هم به بازیش، هم به فالوورای فیکش، هم به کارهایی که میکنه. اما اونور قضیه شما باید اینا هم ببینید که تا به محض اینکه حاشیه براش ایجاد میشه یا اصلا بهش کاری پیشنهاد نمیشه، میره یه دونه هتل عکاسی عکس میگیره، 4 تا عکس منتشر میکنه، میاد یه عطر به خوش میزنه، خودشون میندازه زمین، رسانه‌ها میان مسخرهش میکنن. یا خیلی از این بازیگرها خودشون رو آپدیت نگه می‌دارن و پول در میارن و تو حاشیه. یا مثلا گفتم من باید مثال بزنم، امین تارخ که ما راجع به خودش، آموزشگاهش و برنامه‌اش صحبت کرده بودیم، راجع به دوستیش با نفیس روشن و کسای دیگه رفته بودیم برنامه و مصاحبه کرده بود. بود دم امین فردین که عکس خوشگلم اما گذاشته بود، من به گوشم رسید، خواستم بگم آقای تارخ به گوشم رسید. یعنی میخوام بگم که این واکنش‌ها هم سلبریتی‌ها دارن، یا بسیاری از سلبریتی‌های دیگه که وقتی من راجع بهشون افشاگری کردم گفتن خب راسته، حقیقته. خانم ژیلا صادقی من راجع بهش افشاگری کردم، گفته بود که من رفتم تحقیق کردم، داره درست میگه، داره کمک میکنه به بدنه سینمایی را. اما یه سری دیگه‌شون هستن که در مقابل فهمیدن مقاومت میکنن و ما هم افشاگری بکنیم نمیفهمن. راجع به بلاگرها افشاگری میکنیم یه چی میچسبونن به ما، میگن که پول گرفته که مثلا بلاگرها رو بکوبه. افشاگری نمیکنیم میگن پول گرفته افشاگری نمیکنه. آخر ما نفهمیدیم افشاگری بکنیم خوبه یا افشاگری بکنیم بده، یا یه عده از مردم دوست دارن یه سری چیزا رو بدونن یا دوست ندارن یه سری چیزا رو بدونن. این از این قضیه. یا مثلا این خیلی جالبه، دنبال یه فرصت میگشتم که راجع به این قضیه صحبت بکنم. فود بلاگرها که من بعداً هم راجع بهشون صحبت می‌کنم، ربطی نداره ولی خب به هر حال فکر می‌کنم باحال باشه بدونید راجع به این قضیه. فود بلاگر داریم
که میره رستوران‌های مختلف غذا تست میکنه، 50 میلیون 60 میلیون تومان پول میگیره، یعنی زیر 50 میلیون نمیگیره. قیمتش رو گذاشته 70 میلیون 80 میلیون، میگه 20% آف به خاطر شما 50 میلیون. یعنی شما برید تبلیغاتش رو ببینید، چرک از سر روی تبلیغاتش میباره و چرک از سر روی اون رستوران میباره. با اون رستورانی که خوب باشه صف میکشن جلو درش، دیگه نیاز به تبلیغات نداره. در خصوص بازیگرام همینطوریه، بازیگری که خوب باشه سر و دست براش میشکنن، دیگه نیاز به این نداره بخواد بره با این اون ریل بزنه یا بخواد با تهیه کننده و کارگردان. میاد تبلیغ رو از طرف میگیره، عوامل پشت صحنه رو هم میاره، 23 نفر میلونبونن میخورن، 50 میلیون میگیره. چیکار میکنه؟ زنگ میزنه پسرخاله و پسرعمو و پسرداییش، میگه که امشب شام خوردید؟ میگه نه. یا میگه که جای دعوتی؟ میگه نه. میگه امشب دعوت منید، میرید فلان رستوران، پولش هم میریزم به کارتتون تا مثلا سقف 500,000 تومان از این رستوران غذا بخورید. رفتید اونجا میگید از طرف کی اومدیم؟ از طرف تبلیغات پیج فلان چیچی تستر غذا. 20 نفر آدمو میفرسته، 30 نفر آدمو میفرسته، 50 نفر آدمو میفرسته، 10 میلیون تومان هم از اون 50 میلیونی که از اون رستوران گرفته میتونه همونا بخورن. بعد طرف میگه اوف تبلیغ کرده 50 میلیون تومان هم مثلا تبلیغ کرده، 50 تا مشتری براش اومده. نمیفهمه که بابا این 50 تا مشتری کلا 10 میلیون بیشتر نخوردن. فکر میکنه که تبلیغات موثر بوده. این کارا رو میکنه. میخوام به شما بگم که گاهی وقتها یه سری آدم‌ها در مقابل فهمیدن مقاومت میکنن. تو حوزه هنرش هم همینطوری هستش. یا مثلا عکسایی که ما از سلبریتی ها منتشر میکنیم، بابا یه سری از این عکس‌ها رو خود سلبریتی ها در فضای، یه سری که 100% این عکس‌ها رو خود سلبریتی ها در فضای مجازی نشر میدن توسط فن پیجاشون یا جای مختلف. میرسه دست ما میگیم میشه افشاگری. نمونهش این عکس آقای احسان اکرمی با خانم الهام باقرنژاد. خب این دوربین دست کی بوده میشه به من بگید؟ کی عکس گرفته؟ مگه شما سلبریتی نیستین؟ چرا باید عکس بگیرید بدون حجاب؟ مگه شما ترس ندارید از اینکه لو بره؟ چون به هر حال عکسی که میگیری برای نمیگیری که قاب کنی مثلا بذاری تو گاف صندوقت، که میگیری یا بذاری تو پیجت یا بفرستی برای دوستات یا چوسی بیای دیگه. هدف از گرفتن این عکس چیه که الان رسیده دست من؟ بعد میشه افشاگری ما داخل نفر. خود آقا کرم خود درخت دیگه، چی میگن؟ همین ضرب المثلی هست میزنن. یا بعضی وقتا از خبرهایی به دست ما میرسه که ما توسط تیممون راستی آزمایی میکنیم. آقا یه بنده خدا اومد گفت آقا مهدی امینی خان، خب به هر حال سلبریتی ها ما راجعشون افشاگری میکنیم، بنده خدا ببینید چی براش در اومده بود. 30 میلیون تومان از ما پول گرفته بابت تبلیغات اوپنینگ و نمیدونم بیاد تو اونجا، نیومده. گفتم ماجرا چیه؟ گفت مسابقه فوتبال بوده، قرار بوده بیاد رستوران ما، 30 میلیون هم پول گرفته، امروز فردا کرده. تهش رو در آوردیم، زنگ زدم به اون نفری که واسطه هستش، زنگ زد مهدی امینی خان و گفتش که بابا من اصلا اون روز اصلا رستوران نبودم، کی کجا کسی با من تماس نگرفته، یه دلالی بوده الکی رفته عکس گرفته با چند تا سلبریتی، بعد میرفته این رستوران میگفته این رفیق من، این رستوران رفیق من، این فرانسوی رفیق من، ببین وایسشو، ببین صداشو، من میخوای بیارمش اونجا؟ میگم آره اون رستوران 50 میلیون ازش میگیره، 100 میلیون ازش میگیره، سه تا سلبریتی میگه میخوام بیان، دو تا درب و داغون میاره، اون اصل کاریه که مثلا پول بیشتری برده مثلا 20 میلیون رو میگه الان نیومد کار داشت فلان اینا. بعد سلبریتی نمیاد، از چشم اون سلبریتی میبینه، میاد با ما میگه فلان سلبریتی پول منو خورده، بیا تو افشا کن سلبریتی ها فلان. یعنی ما اونجوری هم راستی آزمایی میکنیم. ما میگه آقا اصلا با دلاله در ارتباط نمیدونم، یارو نباید یه زنگ به من بزنه بگه قبل تبلیغات بیا اینجا، یا مثلا یه جا قرار بذاره ما رو ببینه، یه قراردادی چیزی امضا بکنیم، مگه به حرف یکی دیگه است؟ این اتفاقات میفته. اما راجع به حامد آهنگی بگم بهتون که ایشون فعالیتش رو از تئاتر رشت شروع کرد و چند سالی رو توی رشت اجرا میکرد، اما اونجا گویا ممنوع الکار میشه، نمیذارن اونچنان فعالیت بکنه. میره کیش، توی رستوران های کیش اجرای تئاتر انجام میده، تئاتر کمدی انجام میده و با یه خانمی به اسم بهناز یادگاری که ایشون هم توی اصطلاحاً بونگا کار میکرده، با هم دیگه اوکی میشن و یه دونه تیم میشن و کار تئاتر رو توی کیش انجام میدن، توی رستوران‌های مختلف اجرا انجام میدن که یه مقدار از این اجرا هم لو رفت دیگه. تو خود کیش هم این اجرا رو انجام دادن که اگه یادتون باشه توی CD‌های کنار خیابون و جای مختلف اینا پخش میشد که بیشتر این CD ها و بیشتر این فیلم ها رو خود اون آدما پخش میکنن واسه معروفیت که از این اتفاقات میفته. اما بهزاد محمدی جالبه بدونید که
یکی از کسایی بود که تو کار کمدی خیلی قوی بود که تو این برنامه جوکر هم دیدید که کار میکرد، خیلی قبلتر از حامد آهنگی فعالیت میکرد و حامد آهنگی همیشه هم اون موقع که کار تئاتر میکرد میگه آقا بهزاد محمدی چرا نمیاد کار اجرای منو ببینه، یعنی یکی از فناش بود. و بعد از اینکه یه مقداری حامد آهنگی پیشرفت کرد توی فضای مجازی شدن رقیب هم و یه مقداری هم با هم دیگه مشکل پیدا کردن و متاسفانه چیزی که وجود داره این هستش که بهزاد، من هم تئاتر بهزاد رو رفتم توی کوروش دیدم، مجتمع کوروش فکر میکنم سال اولوش 94 95 اگه اشتباه نکنم، تو اون سالا هم تئاتر حامد آهنگی رفتم، قابل توجه حامد که توی تیمش هم یکی از فامیلای ما هست، یعنی تو تیمی که باش کار میکرده. خیلی خب حالا من باش در ارتباط نیستم چند وقته. و همینطور بهزاد محمدی که خیلی از تئاتراشو من توی کوروش رفتم و دیدم. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که حامد آهنگی اومد یک قرارداد، اون موقعی که کیش بود یک قرارداد طولانی مدت، نمیدونم 20 ساله، با یه شخصی به اسم صابری بست، یه تهیه کننده‌ای که حالا معروف هم هست آقای صابری. دیگه هر کارهایی که حامد آهنگی باید انجام بده باید تحت اجازه و تحت فرمان آقای صابری باشه، یعنی حامد آهنگی عملا نمیتونه خودش هیچ کاری انجام بده زیر پرچم صابری. حتی این اجرای شب آهنگی یا تئاترهای مجتمع کوروش رو، همه اینها رو هم تهیه کنندش صابریه یا باید تحت اجازه و تحت مدیریت صابری باشه. اما بهزاد محمدی خب شاید خیلی ها نشناسنش و خیلی کاراشو ندیده باشن، واقعا بهزاد محمدی کاراکتر عجیب و غریب توی تئاتر بوده و عموما هم خیلی هم وضع مالیش خوبه و میونه خوبی هم با صدا و سیما نداره و یک رکورد رو در تاریخ سینمای ایران، در تاریخ تئاتر ایران رقم زده. بهزاد محمدی بیش از 6 سال تئاتر قهوه‌خانه زری خانم اگر اشتباه نکنم رو که هر شب هم پر بوده روی صحنه برده و یک رکورد عجیب و غریب. شما خیلی سخته بتونید یک نمایش تئاتر رو 3 ماه نگه داری، 6 ماه نگه داری که هر روز فول باشه و هر روز سولات باشه که مردم بیان ببینن که بهزاد محمدی این کار رو انجام داده و طرفدار خاص خودشو داره. اما حامد آهنگی خب میونه خوبی نداره، حتی توی جوکر هم حاضر نشدن که دوتاشون توی یه گروه باشن. بهزاد محمدی در فصل 4 حضور داره و حامد آهنگی در فصل 5 که یه کدورتی هم بینشون وجود داره. حامد آهنگی هم حتما میدونید که از سن کم ازدواج کرده، یه دونه پسر داره و بهناز یادگاری که کارای تئاتر حامد آهنگی انجام میده و با هم دیگه شروع کردن، رفیق صمیمی خانم حامد آهنگی و یه جوری آنتن خانمشه، یعنی هر کاری که حامد بخواد بکنه این بهنازه به اصطلاحاً زنش میگه و نمیتونه شنیدن خاصی بکنه. و جالبه که این بهناز یادگاری کلا هیچ خانومی رو نمیذاره بیاد توی گروه حامد آهنگی و اون هر خانم خوشگلی هم بخواد بیاد تو گروه یه جوری زیرابشو میزنه میگه خداحافظ. اما چند سال پیش یه دونه پست گذاشته بود همین خانم بهناز یادگاری و گفته بود که بعد از 9 سال من از این تیم گروه تئاتر جدا شدم و چنین و چنان. اما یهو در عین ناباوری حتی بچه‌هایی که مثل صابری کسی دیگه هم گفتن که به هیچ عنوان بهناز یادگاری دیگه بر نمیگرده و چنین و چنان. بعد از 3 هفته که انتخاب بازیگر کردن به طرز ناباورانه برگشت به تیم حامد آهنگی و خیلی از افراد هم میگفتن که احتمالاً نقطه ضعف داره از تهیه کننده و از حامد آهنگی که این نقطه ضعف‌ها باعث شده که تصمیم بگیرن که برش گردونن. بعدش هم همین چند وقت پیش هم عمل زیبایی کرده، کلاً کوبیده و ساخته، بسیار هم سیگار مصرف میکنه و حامد هم خب قلیونی، البته چیز بعدی پیچیده‌ای هم نیست، فقط میخوام بگم خودم قلیون میکشیدم منو گذاشتم کنار و این کارا رو انجام میدم. ولی خب حامد یه مقداری فعالیتش تو فضای مجازی زیادتره، یعنی فن پیجاش هم عموما بین 10 سال تا 14 15 سالن و سعی میکنه که اجراهاشو با فن پیجاش وایرال بکنه. اما متاسفانه چندین ساله که زیر پرچم صابریه و عملاً صابری همه کارش هستش که اون فعالیت رو میکنن. هم اختلاف دارن با هم دیگه توی برنامه جوکر و جالبه بدونید که بهزاد محمدی هم توی جوکر دستشو بسته بودن و اجازه بهش نمیدادن که شوخی‌های آنچنانی رو انجام بده. اما خب به هر حال جفتشون بازم میگم طرفدارای خاص خودشون رو دارن این دو نفر. راجع به افراد دیگه می‌خواستم صحبت بکنم اما خب چون خیلی یا مثلا راجع به بهار رهنما هم بگم آقا نگاه کنید این همه فشار اومد، ما این همه راجعش افشاگری کردیم، این همه راجعش صحبت کردیم و این همه رسانه‌ها راجعش صحبت کردن، خیلی حرفه‌ای و شیک داره کار خودش رو میکنه، اصلا به یه ورش هم کاملا هم دایورت کرده و اصلا
کاری نداریم. میخوام به شما بگم که آدم وقتی حجم بیاد سمتش، اگه هنرمند باشی و کلاس بازیگری رو داشته باشی، نه اون کلاس بازیگری خاص، واقعا با کلاس باشی توی فضای اصطلاحاً هنری، این چیزا برات به یه ورت خیلی راحت میتونی هندل کنی و ببری جلو. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. ممنون از شما. اگر دوست داشتید که ما راجع به افراد مختلف صحبت بکنیم، اسمشون رو بنویسید. از قسمت بعدی ویدیوها، فایل‌های صوتی و عکساشون منتشر میشه. یه سری فایل‌های صوتی دارم از بازیگرای معروفی که توی تئاتر فعالیت میکنن و شوخی‌های جنسی و حرفای جنسی میزنن، چون من اینا رو قرار بود سانسور بکنم، ولی گویا باید پخش بشه و شما بشنوید. دیگه دروازه‌بانی کردن کافیه و باید با قدرت بیشتری نسبت به این قضايا افشاگری بکنیم. همچنین یه سری فیلم‌ها و عکسایی که یه سریاشون توی پارتی‌ها دارن و توی پیج‌های خصوصیشون منتشر کردن. چه پیج خصوصی؟ مثلا پیج خصوصی که 400 500 نفر آدم توش هستن و دور هم دیگن و کسی که خیلی نگران آبروشه و کسی که خیلی نگران این هستش که چیزی ازش در نره، دیگه نباید اینا رو بذاره تو پیج خصوصیش و خودش باید مراقبت بکنه. آبروی هر کسی دست خودشه، نه دست منی که 5000 کیلومتر ازشون فاصله دارم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا این لحظه با ما بودید.